دنیا این روزا پر از تئوری‌های وحشتناک و ترسناک شده. امروز میخوایم در مورد 10 تا تئوری توطئه حرف بزنیم. تا آخر ویدیو با ما بمونید تا ببینید توی دنیا چه تئوری توطئه‌های وحشتناکی توسط آدم‌ها راه میفته. پس بچسبین به صندلی و روی دکمه سابسکرایب و زنگوله فشار بدین تا بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. شماره 10. هیتلر بقیه عمرش رو در آرژانتین زندگی کرد. دیگه همه میدونین که مرگ هیتلر توی پناهگاه نمایشی بود. شبیه داستان تخیلی بود یا نمیدونم، شاید هم واقعا یه نفر جای هیتلر توی اون پناهگاه مرد، اما مطمئنم خودش نبود. همیشه در مورد چهره‌های مشهور تو دنیا مثل هیتلر یه سری تئوری توطئه هست. وقتی جنگ تموم شد و متحدین رهاش کردن، هیتلر که با همسرش ایوا براون در پناهگاه بود خودکشی کرد. نویسنده های بریتانیایی سیمون دانستن و جرارد ویلیامز معتقدن کسی که مرده بدل هیتلر بوده و هیتلر واقعی به آرژانتین فرار کرده. این ماجرا برای سال 1947. بله، هیتلر رفت اونجا و 3 روز هم اونجا موند. من در این مورد مطمئنم همه راننده ها این مرد رو میشناختن، اما ما یا باید ساکت میموندیم یا از کار بیکار میشدیم. اما خیلی از مورخا گفتن این ادعا بی اساسه و ردش کردن. شماره 9. جوزف منگله و سرزمین دوقلوها. این ویدیو از یه نازی میره سراغ نازی بعدی. جوزف منگله که بهش فرشته مرگ هم میگفتن، در حال تحقیق درباره این بود که دوقلوها چطوری شکل میگیرن و امیدوار بود با نتیجه این تحقیق بتونه نژاد آریایی رو افزایش بده. اینها همه دوقلوهای همسانن که برای آزمایش‌های پزشکی اومدن اینجا. صدها دوقلو رو از سراسر اروپا آوردیم اینجا، اما نژاد و حتی اسمشون ناشناسه. طبق یه تئوری منگله موفق شد، اما نه در آلمان. گفته میشه که به کانجیدو گودی که یک شهر کوچیک تو برزیل فرار کرده. توی این شهر از بین هر 5 تا زن باردار یکیشون دوقلو باردار میشه. اول شهر هم یه تابلو هست که نوشته به سرزمین دوقلوها خوش اومدین. مورخا معتقدن که منگله هیچ وقت اونجا هیچ آزمایشی رو روی دوقلوها انجام نداد. منگله 3000 تا دوقلو رو کشت. بعضی از تزریق‌ها رو مستقیم توی چشمشون انجام میداد. اون میخواست رنگ چشمشون رو از قهوه‌ای به آبی که رنگ چشم نژاد اصیل آریایی بود تغییر بده. شماره 8. گم شدن فضانوردان. یوری گاگارین اولین کسی بود که تونست بره فضا. واقعا اولین بود؟ طبق تئوری فضانوردان گم شده، گاگارین اولین کسی بود که زنده از فضا برگشت، اما اولین کسی نبود که رفت فضا. از سال 1965 شایعاتی در مورد فضانوردان گم شده همیشه بوده. گویا شوروی حداقل 2 تا سفر فضایی انسانی ناموفق قبل از گاگارین ترتیب داده، اما اطلاعات این سفرهای فضایی در اختیار مردم قرار نگرفت. اما بعد از فروپاشی USSR این اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت و به تقویت این تئوری کمک کرد. البته که این تئوری به تنهایی نمیتونه به کشف حقیقت کمک کنه، چون شوروی حاضر به افشای اطلاعات نمیشه. شماره 7. MH370 در دیگو گارسیا فرود آمد. بعد از مفقود شدن پرواز 370 ایرلاین مالزیایی در تاریخ 8 مارس 2014 یک سری تئوری ها مطرح شدند. خلبان این پرواز هر کسی که بوده نمیخواسته ردیابی بشه. بر اساس یک تئوری این هواپیما به سمت پایگاه نظامی آمریکا در دیگو گارسیا در اقیانوس هند رفته، اما توسط نیروهای نظامی سرنگون شده. اما FBI این ادعا رو رد کرده. حالا که هیچ توضیح مشخصی برای مفقود شدن هواپیما وجود نداره، به نظر نمیرسه حالاها حقیقت مشخص بشه. شماره 6. شکسپیر تمام نمایشنامه‌هاش رو خودش ننوشته. ممکنه که محبوبیت بهترین نویسنده انگلیسی زبان درست مثل نمایشنامه‌هاش ساختگی باشه؟ به نظر شما شکسپیر بهترین نمایشنامه نویس تاریخه؟ میشه گفت که هست، اما خودش تمام نمایشنامه‌هاش رو ننوشته. این تئوری بر اساس همین فرضیه است. عده‌ای معتقدن که ویلیام شکسپیر نمایشنامه‌های بقیه رو به اسم خودش منتشر می‌کرده. بعضی‌ها هم به نظریه آکسفورد در مورد نویسندگی شکسپیر باور دارن. حالا این نظریه چی
میگه که ادوارد ویر کنت آکسفورد در قرن 17 تمام نمایشنامه‌هایی که به اسم شکسپیر منتشر شده رو مینوشته. این احتمال سرقت ادبی توجه ها رو به این مسئله جلب کرده که چرا یک بیوگرافی کامل و دقیق از شکسپیر وجود نداره. اما مورخای انگلیسی تمام این نظریه ها رو ندیده میگیرن. شماره 5، اضافه کردن فلوراید به آب برای کنترل جمعی ذهن. دندونای من خوبه؟ خب آره، اضافه کردن فلوراید به آب برای دندون خوبه، اما عوارض دیگه‌ای هم داره. بعضیا معتقدن که دولت فلوراید رو برای دلایل دیگه‌ای به آب اضافه کرده، برای کنترل جمعیت. تحقیقات انجام شده میگه که اضافه کردن فلوراید به آب میتونه منجر به افسردگی یا اضافه وزن بشه. در سال 1954 شیمیدانی به اسم کارلوس الیوت پرکینز اعلام کرد که 1 سال مصرف مداوم آب با فلوراید یه تأثیر دائمی غیر قابل جبران بر ذهن و جسم انسان میذاره. مصرف بیش از حد فلوراید باعث از بین رفتن آنزیم‌های دندون میشه و همین تأثیر مخرب رو روی بقیه اعضای بدن هم میذاره. در طول جنگ جهانی دوم نازی‌ها از آب با فلوراید استفاده می‌کردن تا بتونن آدم‌ها رو در اردوگاه کار اجباری نگه دارن و حتی اونا رو عقیم کنن. حتی بعضی‌ها باور دارن که اضافه کردن فلوراید به آب بخشی از نقشه اجرای کمونیسم در آمریکا در دهه 50 و 60 بوده. در 70 سال گذشته هیچ کسی نتونسته به کشورها به طور قطع ثابت کنه که اضافه کردن فلوراید به آب چه عوارض مخربی داره. شماره 4، خزندگان فرازمینی. دیوید آیک معتقده که خزندگان فرازمینی خطرناکترین تهدید برای بشر هستند. اینا چه جور موجوداتی هن؟ قابلیت تغییر شکل دارن، خونخوارن، بین 5.1 تا 5.3 مترن و شبیه انسان‌ها هستن و ممکنه با نفوذ در دولت‌ها زمین رو تسخیر کنن. دیوید آیک معتقد احتمال وقوع این اتفاق بسیار بالاست. اون میگه که کلینتون، بوش و ملکه الیزابت دوم همه از این گونه جانور هستن. نظر شما چیه؟ به نظرتون دیوید آیک داره زیاده روی میکنه یا تو این دنیا هر اتفاقی ممکنه بیفته؟ شماره 3، گرمایش زمین یه حقه است. این مسئله از نظر علمی درست نیست و خودشون هم توی اطلاعیه‌های مطبوعاتی ناسا بیان کردن، اما حاضر به اعلام عمومی نیستن. این یکی از معروفترین و مهمترین تئوری‌های لیست ماست. بعضی مردم باور دارن که گرمایش زمین اتفاق نخواهد افتاد. مشکلمون اینه که این لایه نازک اتمسفر توسط آلودگی‌های ناشی از گرمایش جهانی هر روز داره کلفتر میشه، در حالی که آلگور و بقیه دانشمندان با دلیل و مدرک علمی این نظریه رو رد کردن. این تئوری همچنان مدعیه که تغییرات اقلیمی یک حقه است که توسط دولت مطرح شده برای ایجاد ترس و نگرانی بین مردم و کنترل راحت ترشون. مایرون ابل میگه که تغییرات اقلیمی یک حقه است که توسط اتحادیه اروپا برای تخریب اقتصاد آمریکا مطرح شده. طرفداران این نظریه معتقدن که دلیل افزایش دمای زمین تکنولوژیه. شماره 2، استیون کینگ جان لنون رو کشته. طبق این تئوری استیون کینگ نویسنده رمان‌های ترسناک به جان لنون شلیک کرده، نه مارک دیوید چپمن. من میخوام حقیقت رو درباره مرگ جان لنون بگم. استیون کینگ قاتل جان لنونه. طبق شایعاتی که هست استیون کینگ برای قتل جان لنون انگیزه سیاسی داشته و ریچارد نیکسون و رونالد ریگن هم در این توطئه دست داشتن. البته طبق منطق این فقط یه نظریه به حساب میاد، چون کینگ و چپمن خیلی شبیه هم هستن. شماره 1، نازی‌های فضانورد. این که میگن هولوکاست واقعا اتفاق نیفتاده به اندازه کافی عجیبه، اما داستانه عجیبتری هم در مورد هیتلر هست. معروفترینشون هم ساخت هواپیما توسط آلمانی‌ها و سفر موفقشون به ماهه و اونجا پایگاه ساختن و آدم فضایی‌ها رو دیدن و میگه این اتفاق در سال 1942 افتاده و الان هم همه چیز رو در آنتارکتیکا قایم کردن. آره خب اونجا نباشه کجا باشه؟ شما با کدوم یکی از این تئوری ها موافقین؟ به نظرتون کدومشون واقعیه؟ فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو هم بتونید ببینید.